بعد از عبور از کنار دیوار غربی به پله‌های ورودی مجموعه تخت جمشید می‌رسیم. بر روی دیوارهای ورودی پله‌های تخت جمشید هیچ گونه تزئیناتی وجود نداره. اینجا فقط قطعات سنگ روی هم چیده شده و بالا رفته. عدم حجاری این پله‌ها به عنوان اولین منظره‌ای که توسط مهمانان این مجموعه دیده میشه غیر طبیعی به نظر میرسه. ببینید در تخت جمشید اساس بر آرایش و حجاری گذاشته شده، یعنی خواستن که با تصاویر روی بیننده، تصاویر سنگی روی بیننده تأثیر بذارن. دقت میکنید در حالی که پله‌های ورودی فاقد هر نوع نقش‌اندازی است، هرچند که تأثیر گرفتن بازدید کننده یا میهمان یا هر کسی دیگری باید از همین نقطه آغاز بشه، یعنی این پله‌ها باید بسیار مجلل و باشکوه و دارای نقوش تاثیرگذار یا لااقل نمادی از اون چیزی که ما امروز اسمشو میذاریم اهورامزدا و در تخت جمشید در نقاط مختلف وجود داره، باید یکی هم در این پله‌ها در حجم بزرگتر از داخل باشه، یا یک کتیبه خوش آمدی، یا مثلا فرض کنیم که شکل‌هایی که صورت رسمی تری بده به این مجموعه در این ابتدای کار. اینی که نیست، نه این است به این دلیل است که قرار بوده همین جوری باشه یا نباشه. خود فرم کنونی این پله ها که سنگ های نیمه خام هنوز روی هم قرار دارن با حجاری های ناتمام، این نشون میده که این پله ها هم کار ساختمانش در حال اجرا بوده و فقط به اصطلاح مورد نیاز اولیه که رفت آمده به ارتفاع بوده رو انجام دادن تا بعد کارهای تزیینیش انجام بشه. همینجا باید یه چیزی رو عرض کنم که در کتاب ها به شکل های مختلف گفتن که این ارتفاع کم پله های ورودی به خاطر این بوده که مثلا میهمانان یا مثلا وارد شوندگان به این مجموعه با اسب از اینجا بالا برن. چنین چیزی مثلا بی‌معناست. کسی با اسب از پله بالا نمیره، هیچ کجا چنین چیزی رسم نیست، به خصوص در یه بنای تشریفاتی. این شیب بسیار کند و فاصله کم بین پله ها به دلیل این بوده که این پله ها در عین حال دروازه اصلی تغذیه مواد اولیه اما از سنگ های بزرگ یا هر چیز دیگه‌ای به داخل به اصطلاح پنل های ساختمانی محوطه تخت جمشید بوده. برای اینکه کار کشش سنگ ها روی این پله آسان تر انجام بشه، این با شیب زیاد و با فاصله کم پله، این فاصله کم هم با به اصطلاح شن پوشونده میشد و اینها به شکل یک سطح لغزان در میومد که بعد مسائل مورد نیاز که معمولا سنگ های بزرگ بوده به داخل محوطه کشیده میشه. چون خود محوطه معدن سنگ نداره، معدن سنگ در قسمت شمالی تخت جمشیده. برای اینکه این انتقال میسرتر شه این پله ها رو به این اسلوب ساختن. با این وجود اگه به پله ها هم نگاه کنیم متوجه میشیم که تراش اونها هم هنوز ناقصه. قسمت های مختلفی بر روی پله ها باقی مونده که هنوز تراشیده نشدن. در اینجا هم پله دیگه ای رو میبینیم که کار تراشش انجام نشده. حالا میتونیم تصور کنیم وقتی کارگران بر روی پله ها مشغول کار بودن، همزمان مهمان ها هم وارد میشدن و در اینجا جشن میگرفتن. بعد از عبور از پله ها وارد محوطه‌ای میشیم که دروازه ورودی تخت جمشیده و دروازه ملل نامیده میشه. اولین مطلبی که باید در این دروازه مورد توجه قرار بگیره اسفنکس های ورودی و خروجی اونه. اگه این اسفنکس ها باعث شکوه و جلال هخامنشیانند و اگه اعتبار یه سلسله تنها به وجود این نقش هاست، باید توجه داشت که خود هخامنشیان
این طرح‌ها رو از روی اسفنکس هایی که به وفور در منطقه ما دیده میشه برداشتن. اسفنکس های تخت جمشید نمونه های کپی شده و جدید این اسفنکس ها هستند که قرنها قبل از اینکه قرار باشه تخت جمشید ساخته بشه در منطقه ما تولید می شده. حتی داریوش ریش خودشو مدلی می بافته که صدها سال قبل در منطقه ما متداول بوده. این نقش رو که باستان پرستان ما به خدای زرتشتیان می بخشند هم متعلق به خدای آشوریانه. از این نکات که بگذریم باید توجه داشت که دروازه ورودی تخت جمشید هم هیچ وقت تکمیل نشده و نیمه کاره به حال خودش رها شده. اما قبل از اینکه به دلایل ناتمامی کار دروازه بپردازیم، به کتیبه‌ای که بر درگاه ورودی این دروازه حک شده نگاهی می‌کنیم. در این دروازه کتیبه‌ای هست که به هم خط بابلی هست، هم به خط ایلامی هست، هم به خط به اصطلاح فارسی که ما الان میگیم فارسی، البته خط میخی داریوشی، خط میخی که داریوش دستور تدوینش داده. در اینجا خشایارشا میگه من این دروازه رو ساختم. خب خشایارشا توی کرونولوژی موجود سلسله هخامنشی فرزند داریوشه. درک میکنی؟ اگر مجموعه تخت جمشید را چنان که شایعه داریوش هخامنشی ساخته، چطور دروازه ورودیشو فرزندش ساخته؟ مگه تخت جمشیدی که داریوش ازش استفاده میکرده فاقد دروازه ورودی بوده؟ پس چجوری مهمون دعوت میکرده؟ و این مهمونا از کدوم مسیر خودشون میرسوندن به حالا مثلا این تالار آپادانا که روبروی این چیزه؟ این که خودش نشون میده تا زمان خشایارشا این مجموعه اصلا در حال ساخت بوده. وانگهی سوال اینه که این در تمام تخت جمشید اینجوریه، یعنی شما در تخت جمشید کتیبه داریوشی ندارید که ادعای ساختن یا حضور یا شراکت در بنای این چیز. شما بیرون از تخت جمشید روی دیوار جنوبی تخت جمشید که هیچ وقت محل گذر امروزین لااقل نیست، روی دیوار 4 تا پنل کتیبی دارید که اونجا داریوش باز یه حرفایی میزنه بی ربط با تخت جمشید. اینها مسائلی است که ما میخوایم تتوشو دراریم به اصطلاح امروز و بگیم که اینجا چه خبره، اصلا کی آغاز ساختمانشو کرده و آیا در زمان خشایارشاهی که ادعا میکنه این دروازه رو داره میسازه پدرش یعنی داریوش زنده بوده یا نه؟ نمیتونسته زنده باشه، چون در این کتیبه خشایارشا میگه من شاهم. خشایارشا که در زمان زنده بودن پدرش داریوش نمیتونه ادعا کنه که من شاهم، میتونه حد اکثر بگه من ولیعهدم. پس از مرگ داریوش، حالا اگه به اساس را بر همین بقایا بذاریم، پس از مرگ داریوش هم شما هنوز این مجموعه دروازه ورودی نداره. صد دلیل محکم معماری وجود داره که این دروازه کامل است. اولا که ببینید تو سیستم بناهای کهن وقتی یه مجموعه تخریب میشه آوار از خودش باقی میذاره. این آوار بستگی به اون محل تخریب شده ممکنه تا حدی باشه که تمام آثار علام و بنای قبلی رو ببره زیر آوار و شما وقتی وارد یه محوطه باستانی میشی یا واقعا باستانی میشی جز زمین تخت نمیبینی. باید حفاری انجام بدید، آوارها رو بردارید تا دیوار پیدا بشه. دقت میکنید؟ به خصوص در مجموعه هایی که دیوارهای پهن داره که تخت جمشید یکی از اون مجموعه است که دیواراش همه عریض و پهنه. از جمله همین دروازه ورودی دیوارها رو بیش از 5 متر به بلندی 18 متر و در 4 دوره ور هست. اگر محاسبه کنید این دیوارها اگر تخریب شده باشه در طول زمان بایستی چنان تپه‌ای از آوار ایجاد کرده باشه
که حتی تمام این اسفنکس ها رو زیر آوار خودش گم کرده باشه.